معین زد خواننده پرطرفدار و خوش صدای کشورمون از علت خودزنیش یکی از کنسرتاش پرده برداشت. برای شنیدن کامل این خبر تا آخر ویدیو همراه من باش. معین زد با نام اصلی محسن زندی خواننده نوظهور و محبوب در تاریخ 8 آذر 70 در توییسرکان همدان به دنیا آمده. سبک موسیقی اون پاپ رپ هست. معین زندی به خاطر تلفیق پاپ و رپ در سبک خودش و همینطور موضوعات اجتماعی و عاشقانه در ترانه‌هاش تونسته طرفداران زیادی رو جلب کنه. اون این روزها با آهنگ جاده هراز به شهرت و محبوبیت بیشتری دست پیدا کرده و جمعیت زیادی از طرفدارانش رو به صدای خاص خودش جذب کرده. اون از 9 سالگی به موسیقی علاقه‌مند شد و شروع به یادگیری ساز گیتار کرد. در دوران دبیرستان در گروه موسیقی مدرسه فعالیت می‌کرد و ترانه‌هایی رو برای این گروه می‌نوشت. معین زد در سال 95 با انتشار اولین آهنگ خودش به نام به تو بد کردم به دنیای موسیقی پاپ ایران وارد شد. این آهنگ با استقبال خوبی از مخاطبین روبرو شد و باعث شهرت معین زد شد. معین زد در ادامه فعالیت‌های خودش آهنگ‌های دیگه‌ای رو هم منتشر کرد که از جمله اونها میتونیم به خیابون، تو بی‌رحمی و دلم گرفته اشاره کنیم. این آهنگ‌ها هم به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردن و معین زد رو به یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های رپ پاپ ایران تبدیل کردند. معین زد هنوز ازدواج نکرده و مجرده. اون در حال حاضر مشغول فعالیت‌های هنری خودشه و در تلاش تا آثار جدیدی رو به بازار موسیقی ارائه بده. یکی از ویژگی‌های بارز معین زد سبک خوندن منحصر به فرد اون هست. اون در آهنگ‌های خودش تلفیقی از سبک پاپ و رپ رو ارائه میده که این سبک خوندن باعث شده تا صدای معین زد متمایز از سایر خواننده‌های پاپ رپ باشه. معین زد در سبک خوندن خودش از تکنیک‌های مختلفی استفاده میکنه. اون از صدای بم و خشن خودش برای ایجاد حس قدرت و انرژی تو آهنگ‌های خودش استفاده میکنه. همینطور از تکنیک‌های رپ برای ایجاد حس هیجان و نشاط تو آهنگ‌هاش استفاده میشه. شاید این موضوع که معین زد تو خانواده مذهبی به دنیا اومده ولی این سبک از موسیقی رو به مخاطبان خودش ارائه میده کمی عجیب به نظر برسه. اما جالبه که خانواده معین یکی از اصلی ترین حامیان اون برای ورود به دنیای موسیقی بودن. در واقع اونطور که خود معین زد میگه اون از دوران کودکی و سنین 8 یا 9 سالگی موسیقی رو آغاز کرد و زمانی که در جمع‌های خانوادگی بودن شروع به آواز خوندن می‌کرد و در ادامه اعضای خانواده اون معین رو تشویق می‌کردن تا به طور حرفه‌ای این کار رو ادامه بده. معین زد هم با دیدن تشویق اعضای خانواده به حوزه موسیقی علاقه‌مند میشه و کم کم کار خودش رو به صورت حرفه‌ای شروع می‌کنه تا اینکه در سال 95 به صورت کاملا رسمی اولین ترک موسیقی خودش رو منتشر می‌کنه. معین زد جزو معدود خواننده‌های ایرانیه که از همون روزای اولی که فعالیت رسمی خودش رو آغاز کرد و اولین ترک موسیقی خودش رو منتشر کرد محبوبیت زیادی رو به دست آورد. معین زد از جمله خواننده‌های نسل جدیدی به شمار میاد که به هیچ وجه از جایگاه اجتماعی و اقتصادی خوبی کار خودش رو شروع نکرده. در چند وقت اخیر ویدیوهایی از زندگی اون منتشر شده که نشون میده اون از موقعیت سختی به جایگاه فعلی خودش دست پیدا کرده. شاید به همین خاطرم هست که اون قدر زندگی و موقعیت فعلی خودش رو میدونه و این موضوع روی کیفیت آثاری که از خودش منتشر میکنه تاثیرگذار هست. معین زد در یکی از ویدیوهای خودش میگه که از همون دوران کودکی و نوجوانی برای اینکه بتونه از پس هزینه‌های زندگی خودش بر بیاد مجبور بوده که کارگری کنه. در ادامه هم شروع به دستفروشی میکنه تا بتونه بخش عمده‌ای از هزینه‌های کاری خودش رو پرداخت کنه. با این حال این سختی‌ها هیچ وقت باعث نشد که معین زد از مسیری که توی اون قرار داره ناامید بشه و در نهایت هم موفق شد که به جایگاهی که انتظار داشته دست پیدا کنه. اگه تا اینجای کار از این ویدیو لذت بردی لایکش کن و کانال من رو هم حتما سابسکرایب کن. زنگوله رو هم روشن کن تا اولین نفر تو باشی که از اخبار و حواشی داغ هنرمنده و فوتبالیستا مطلع میشی. طرفدارای بازی مافیا میدونن که سناریوی پدرخوانده یکی از سناریوهای جذاب این بازی به شمار میاد که در شبکه‌های ویدیویی خانگی هم برنامه‌ای با همین عنوان اجرا شده. تو این برنامه بسیاری از سلبریتی‌ها، بازیگران و خواننده‌های ایرانی حضور پیدا کردند. معین زد یکی از هنرمندانی بود که تو این برنامه تلویزیونی خانگی حضور پیدا کرد و شاید بتونیم حضور اون در این برنامه رو یکی از دلایل شهرت عجیب و غریب اون در چند وقت اخیر بدونیم. اون با حضور در این برنامه نه تنها یه بازی جذاب تو مافیای پدرخوانده رو به مخاطبان ارائه کرد، بلکه تو میان برنامه اشعار جذابی رو هم میخونه که همگی با سناریوی بازی همخوانی داره.
این اشعار زیبا در کنار صدای خاص و منحصر به فرد معین زد باعث شدش که طرفداران بازی مافیای پدرخوانده در اینستاگرام اونو دنبال کنن و کامنت های زیادی براش بذارن. من نشد با تو بمونم، چه نشد زر تو باشه روشونم، چه. یکی از حواشی بسیار عجیبی که درباره معین زد در چند هفته اخیر منتشر شده مربوط به خودزنی اون در یکی از کنسرت‌هاش بود که ویدیوهاش هم منتشر شد. معین زد در فرآیند اجرای یکی از کنسرت‌هاش متوجه میشه که در برخی از قسمت‌های اجراش اشتباهاتی رو مرتکب شده. در ادامه این قضیه معین زد به سمت عقب برمیگرده تا به همکاران خودش نگاه کنه و بعد از اون متوجه میشه که چه اشتباهی رو مرتکب شده. در ادامه معین زد شروع به لبخند زدن میکنه و در واقع به مخاطبانش این موضوع رو میرسونه که متوجه اشتباه خودش شده و 3 ضربه آروم رو با دست خودش به سرش میزنه که نشون میده از این اشتباه ناراضیه. این حرکت معین زد در چند وقت اخیر تو اینستاگرام بسیار وایرال شده و ویدیوهای زیادی از اون وجود داره. ممنون میشم که نظرات با ارزشتون رو برام تو قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید. سپاس از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین.